عیسی دیوها را میراند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا کنیم که خداوند ما و شما را از شر جن و شیاطین در حفظ و امان پاکش نگاه دارد. صحبت مون درباره حضرت عیسی علیه السلام دوام میتیم. بار گذشته فهمیدیم که عیسی چنین قدرت داشت که با خواست خدا میتوانست کسلی ها را شفا بخشیده این چنین دیوها را نیز بیرون برآورد. در این باره در کتاب مقدس گفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. عیسی قدی شاگرداش به شهر کافرنهم آمد. در روز دمگیری یعنی روز شنبه به عبادتخانه در آمدند. در عبادتخانه عیسی مردم را تعلیم دادن اثر کرد. مردم ای تعلیم دادن عیسی قائل شدند، برای که عیسی با قوت و قدرت تعلیم میداد. شریعت دانا رنگ عیسی تعلیم دادن نمیتونستند. در عبادتخانه یک مردک بود که در بدنش جن داشت. او داد زده گفت: ای عیسی ناصری، تو با ما چیکار داری؟ تو برای نیست کردن ما آمدی. ما تو را میدانیم. تو آدم مقدس خدا هستی. عیسی با طرف جنها امر فرموده گفت: خب کرده از او مردک بیرون بروین. جنها او مردک به زمین غلطانده بلند داد زده ای مردک برآمده گریختند. همه حیران مانده به یکدیگرش میگفتند: ای چیه؟ ای تعلیماتی نوی کو؟ او به جنها با قدرت فرمان میتیه. جنها گپش گوش میکنند و برآمده میگریزند. در رب آوازه عیسی در همه جا پهن شد. برای که همه حادثه نقصتر در خاطرمان مانه، بار دیگر همه قصه را یادرس میشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. عیسی قدی شاگرداش به شهر کافرنهم آمد. در روز دمگیری یعنی روز شنبه به عبادتخانه در آمدند. در عبادتخانه عیسی مردم را تعلیم دادن اثر کرد. مردم ای تعلیم دادن عیسی قائل شدند، برای که عیسی با قوت و قدرت تعلیم میداد. شریعت دانا رنگ عیسی تعلیم دادن نمیتونستند. در عبادتخانه یک مردک بود که در بدنش جن داشت. او داد زده گفت: ای عیسی ناصری، تو با ما چیکار داری؟ تو برای نیست کردن ما آمدی. ما تو را میدانیم. تو آدم مقدس خدا هستی. عیسی با طرف جنها امر فرموده گفت: خب کرده از او مردک بیرون بروین. جنها او مردک به زمین غلطانده بلند داد زده ای مردک برآمده گریختند. همه حیران مانده به یکدیگرش میگفتند: ای چیه؟ ای تعلیماتی نوی کو؟ او به جنها با قدرت فرمان میتیه. جنها گپش گوش میکنند و برآمده میگریزند. در رب آوازه عیسی در همه جا پهن شد.